سلام، محمد رضا محمدزاده هستم، برنامه نویس پایتون. توی این برنامه میخوام یه سری اطلاعات از کاربر دریافت بکنم و اونها رو در یک لیستی ذخیره کنم و زمانی که شماره موبایلی از هر کسی وارد کردم اونجا بتونم تمام اطلاعات و دیتاهای اون رو مشاهده بکنم. برای اینکه بخوایم برنامه رو اجرا بکنیم استارت رو میزنیم. توی مورد اول اد کانتنت شماره 1 رو انتخاب میکنم. اطلاعات با موفقیت ثبت شد و برای اینکه بخوام اطلاعات کاربرهای خودم رو از طریق شماره موبایل دریافت بکنم، اطلاعات رو به من نمایش داد و توی همچین لیستی داره این اطلاعات رو ذخیره میکنه. ممنون.